خب پرده آخر. روایت از آقا امام جواد فداش بشم انشاءالله، حضرت در رابطه با میگه از تمام غنایم، فواید و هر فایده ای که میبرید جایزه است که از افراد دیگر میگیرید همه خمس دارد. هر کس وجوه شرعی خمسی به گردن دارد فلیوصل الی وکیلی، به وکیل من بده. بابا مراجع امام وکلای آقا امام زمانن دیگه. بابا مراجع امام وکلای آقا امام زمانن دیگه. اینجا هم آقا امام جواد فداش بشم انشاءالله میگه فلیوصل الی وکیلی. بابا خمس مالت نمیتونی من برسانی، به وکیل من بده. و از این واضح تر دوستان عزیز. شب و روزگار خوش.